با سلام خدمت دوستان عزیز، مخصوصا دوستانی که گوشه 11 تی و 12 تی دارن و روی ایرانسل پرش آنتن شدید دارن و مخصوصا هنگام استفاده از دیتا که این موضوع خیلی رو مخه و خیلی اذیت میکنه. مخصوصا من خودم رو کلافه کرد، من گوشیمو فرستادم گارانتی گفتن که این مشکل از ایرانسله. با ایرانسل چند نوبت تماس گرفتن، گفتن این مشکل از گوشیتون هست و اینا. و حالا اینجا من یادتون میدم مشکل نرم افزاریه که چجوری این مشکل رو برطرف کنید. وارد دایلر میشین، این کد شماره گیری میکنید: ستاره مربع ستاره مربع 36 46 633 مربع ستاره مربع ستاره. وارد حالت انجینیر مود میشین و اینجا به چیزی دست نزنید چون گوشی مشکل درست میکنه. وارد این قسمت میشید، LTE CA کانفیگور میشید و اینجا سیم کارتی که ایرانسلتون روش هست رو انتخاب میکنید. من سیمی یکم هست و این گزینه رو میزنید LTE CA off و ست رو میزنید و اینجا این مشکل شما یه ویژگی رو خاموش کردین که مربوط به ادغام باندها هست، خاموش میکنید. گوشی شما روی 4G میره ولی روی 4.5G دیگه نمیره، ولی خب دیگه مشکل پرش آنتن کاملا برطرف میشه و هیچ گونه پرش آنتنی شما دیگه ندارید و با خیال راحت میتونید از گوشی استفاده کنید، هیچ مشکلی هم ایجاد نمیشه و مشکل پرش آنتن کاملا برطرف میشه. با تشکر.